با سلام و روز بخیر. یه مسئله ای رو من باهاش مواجه شدم که فکر میکنم همه افرادی که تو دانشگاه هستند، کار مطالعاتی و پژوهشی انجام میدن و افرادی که در صنعت و بخش خصوصی و حوزه کارآفرینی کار میکنن باهاش مواجه شدن و اونم این هستش که وقتی به یک کارآفرین، به یک شرکت، به یک سازمان دولتی یا خصوصی ما بهش میگیم که بیا در این حوزه کار مطالعاتی و پژوهشی انجام بده، میگه که ما که مشکلی نداریم. وقتی مشکل نداریم باید برای چی پژوهش بکنیم یا کار مطالعاتی انجام بدیم؟ و یه جورایی منظورشون اینه که پولمون رو برای چی دور بریزیم؟ خب مثلا کاغذ دیواری میکنیم، نمیدونم تلویزیونمون رو عوض میکنیم، اینجوری کیفیت زندگیمون، حضورمون تو شرکتمون بهبود پیدا میکنه. ببینید این یک نکته‌ای داره و اون همین هستش که این افراد تفاوت مشکل و مسئله رو نمیدونن. پژوهش و مطالعه برای حل مشکل نیست، برای حل مسئله است. مسئله در سازمان و شرکت ایجاد می شود و دائم ایجاد می شود و اگر حل نشود تبدیل به مشکل میشه. ما مسائل داریم، همه جا پر از مسئله است. در موفق ترین و پیشروترین شرکت ها و سازمان ها و نهادها مسائل وجود دارند. با کمترین هزینه و با تکیه بر دانش و پژوهش و مطالعه و مشاوره میشه مسائل رو حل کرد و از تبدیل شدن اونها به مشکل جلوگیری کرد. اما وقتی این کار رو به هر دلیلی نمی کنیم تبدیل به مشکل میشه و اون موقع باید صدها برابر هزینه کنیم تا شاید مشکل حل بشه. یه مثال بزنم. الان کشور ما در سازمان دولت با مشکلی به نام آب در تهران مواجه شده. دیگه آب در تهران مسئله نیست، آب مشکله. 10 سال پیش، 15 سال پیش مسئله بود. کارشناسا، صاحب نظران، نخبگان، متفکران، استادای دانشگاه میگفتن که این مسئله رو بیایید حل کنید. بیایید کمک کنید، ما کمک میکنیم حل کنیم. توجه نشد. الان تبدیل به مشکل شده و مشکل بسیار بحرانزا. شبکه بانکی ما، شبکه بیمه ما، نظام گمرکی ما، اینها یک زمانی با مسائلی مواجه بودند در 15 سال پیش. این مسائل حل نشد با مشارکت صاحب نظران، متفکران، استادای دانشگاه. با هزینه‌های اندک، به شکل نرم، به شکل لایت، به شکل مناسب، الان به مشکلات بزرگ تبدیل شدن، به شبه بحران تبدیل شدن. نمونهش بانک آینده. عزیزان، آقایون تصمیم گیر در دولت، آقایون صاحب کسب و کار، آقایونی که شرکت دارید، کارآفرینی دارید، کارخونه دارید، بیاید مسائلتون رو شناسایی کنید و برای حل اون اقدام کنید قبل از اون که تو چاله مشکلات بیفتید و اون موقع باید بسیار هزینه کنید و هیچ تضمینی هم نیست بتونید مشکلات رو کلاً مرتفع کنید. درود بر شما.